پاشید ببینم کسی امشب نمیخوابه؟ چی شده خانداداش؟ شب جمعه سا خوابتون ببره لک دوباره یه بچه دیگه میاره. اون وقت حالا ما چند وقت دیگه باید بریم تو حیاط بخوابیم. هیچ حق نداره امشب بخوابه. بخوابید بچه‌ها. خوابیدید؟ نخوابیدید؟ بخوابید. نخوابیدید؟ چرا نمیخوابید؟ آقا جون یادته هر وقت یکیشون به دنیا میومد میگفتی شب که خواب بودید لک نینی رو آورد؟ خب که چی؟ واسه اون بیدار موندن که اگه لک خواست پاشو یه بار دیگه اینجا بذاره از نزدیک زیارتش کنن. موندم کدوم پوفیوزی آدرس اینجا رو به اون لک قرمساق داده ول نمیکنه اینجا رو. بابا ما دیگه جا نداریم. دو تامون شب سر پا میخوابن با میخ زدن به دیوار نخورن زمین. اون بدبختم که رفته رو تاقچه. یعنی دیگه واقعا جا نداریم. حالا چرا اونجوری به من میگی؟ به شما میگم لک بشنوه. آخ خانم جان اینا کودتا کردن. برو اونور اوضاع خیته. کی بیداره؟ خوابیدی؟ یه شکلات خیلی خوشمزه داره. هر کی بیداره بدم بخوره. کسی بیدار نیست؟ خوابید؟ شکلاتو بده من آقا جون.